به هیچ عنوان از این محلول استفاده نکن، وگرنه مجبور میشی هر روز موهاتو کوتاهش کنی، چون این محلول اینقدر قویه که موهاتو بیش از حد بلند و پرپشت میکنه. اول از همه یه قاشق بذر شنبلیله بردار. شنبلیله موها رو از ریشه قوی و پرپشت میکنه. بعد یه قاشق سیاه‌دونه بردار که موهای سفید رو پرپشت و مشکی میکنه و به موها درخشندگی میده. بعدش 2 تا 3 تا میخک و 8 یا 10 تا برگ کاری رو بردار که شروع موهاتو هم رفع میکنه. حالا نصف لیوان آب بهش اضافه کن، برای 1-2 روز بذار به همین حالت بمونه. حالا این تونیک خونگی رو شبا قبل خواب بزن به ریشه موهات و آروم ماساژ بده و بخواب. میتونی هر روز هم ازش استفاده کنی، حتی نیازی هم به شستن نداره. فقط توی 7 روز استفاده نتیجهش رو میبینی. اینو بفرست واسه کسی که موهاش کم پشت شده تا یه کمکی بهش کرده باشه. اگر هم که ریزش شدید مو داری و حوصله نداری که همه این کارا رو با هم انجام بدی، میتونی از یه تونیک گیاهی که ریز مولکوله استفاده کنی که باعث میشه توی 30 روز یه نتیجه عالی و بی‌نظیر رو داشته باشی. فقط کافیه که کلمه تونیک رو کامنت فرام کنی، دایرکتت هم چک کنی که کامل راهنماییت کنن.